در وقت دعا به آسمان نگاه کنی شرک می شود. یعنی در وقت دعا به سوی آسمان نگاه کنی آیا همین میگه شرک می شود؟ برادر عزیز، ما سوره مؤمنون داریم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. همین دویم آیت سبب نزولش ببینین. امام حاکم، امام بیهقی اینها میگن که پیشتر پیامبرمون در درون نماز وقتی نماز میخوان میگه آسمان را نگاه کرده میخوان. بعد همین آیت نازل شد، گفت که خداوند گفت که مؤمن های نجات میابند که در نماز خاشع هستند، خشوع دارند. یعنی انسان هایی که آسمان را نگاه میکنند اینجا ترک خشوع است، ترک شکستگی است، ترک عاجزی هست. وقتی این آیت میگه نازل شد، پیامبر دیگر در وقت عبادت میگه هیچ وقت به طرف آسمان دیگر نگاه نمیکرد. ولی در وقت دعا کردن به آسمان نگاه کردن این یگان گناهی نداره برادر عزیز. زیرا که آسمان این گوییم که قبله دعا هست. چه که قبله که ما طرفش نماز میخونیم که قبله ما کعبه هست، قبله آسمان قبله دعا هست. یعنی ما باید با طرف آسمان اگر نگاه کردن دعا کنیم ایره قبله دعا میگن. بعد نزول همه برکات و خیرم ای آسمان برادر عزیز. یعنی تمامی بگیم عذابم، تمامی مشکلاتم اینم ای جانب آسمانه. ما در کتاب برادر عزیز اینجا یک چیز در همین برابر همین قید کنم. آیت داریم که میگه که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، سوره زاریات آیت 22. الان میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یعنی رزق های شما در آسمانه. همچنان خدای مهربان گفته است که عذاب و مشکلات و سختی هم در آسمانه. همچنان پیامبر نازنین میگه که آسمان قبله دعاست. اگر نماز طرف قبله بخونی دعا را میگه طرف قبله کن. یعنی قبله دعا که آسمان باشد ما میتونیم طرف آسمان چیکار کنیم؟ نگاه کرده دعا کنیم. یک وقت یک بگیم بفهمی را یک نفری که دعوای مذهب حنفی میکرد، خودش حنفی میگرفت ولی در عقیده دروغ میگفت و حنفی هم نبود، فقط گویم امو ریشی دراز بود لیکن فهمیش درک عقل نبود. برای خدا رحمت کنه حضرت مولوی را میگفت آدمی را نه به ریشو نه به نطق و نه به جان، توتی هم نطق و بوزم ریش و خرم جان دارد. برای همین میگفت که وقتی گپ در سر خداوند مکان دارد یا ندارد، وقتی سر این مسئله گپ میزد چی میگفت؟ میگفت که همون آدمایی که میگن خداوند مکان ندارد همونا در وقت دعا کردن چرا طرف آسمان نگاه میکنن؟ این دلیل ببینین. آیا می دلیله؟ برای آدمی نادان دلیله، برای آدمی بفهم میگه درست آخی ایره بین طرف آسمان نگاه میکنیم کو، لیکن ما نمیدانیم که برای چی طرف آسمان نگاه میکنیم. آیا برای آنه که یعنی خداوند در آسمانه؟
حتی در برآمدش میگفت که حتی حیوانها طرف آسمان نگاه میکنن. این برادرای عزیز، این یک جهل ای، این یک بفهمی ای، یک بفراستی ای. با این مثال های جاهلانه، با این مثال های بدلیل وادار میکند که مردم همون عقیده ای که خلاف اهل سنت است همین عقیده را قبول کنند. برای همین دادرای عزیز، من شما را دائم تاکید کردم، باز تاکید میکنم که احتیاط کنین. هر نفرهای هستن که دعوای مذهب حنفی میکنن لیکن در عقیده و حنفی نیستن. بسیار احتیاط کنین برادر عزیز، از اینها بسیار بسیار خطرهای کلانه. از این ببینید حاضران برای شما میگد که برای چی میگد ما وقتی که دستامون طرف آسمان میبرداریم و دعا میکنیم، میگه علت یعنی چیه؟ برادرای عزیز گوش کنیم. این هر یک ریش درازی بفهمه اهمیت ندیم به سخنهای اونها، فریفته نشیم به سخنهای اونها. اینم قبول نکنین که خداوند در عرش قرار گرفتگی است. این خلاف اهل سنت این سخن. احتیاط کنید در این مسئله. این مسئله عقیده. بین شیخ عبدالله حرری این دلیل ساخته و عقلی ایشان را این گونه جواب میگوید. یعنی رنگ همین ها واری، همین خیلی بفهم ها واری از پیشتر هم بود که این دلیل ها را می ساختن، با همین سخن هاشون مردم را فریب میکردن. انا که میگه شیخ عبدالله حرری در همین باب چی میگه؟ من اکو عباره عربیش نمیخونم، عباره فارسیش میخونم برای شما انشاءالله خودش معنا میشود. میگه که ما بندگان به خاطر آن در حالت دعا دستهای ما را به آسمان بلند میکنیم که آسمان موضع نزول رحمت و برکت الهی است. چلی که من برای شما آیت ای سوره زاریات خواندم که خداوند آسمان چگونه به ما بیان کرد. گفت که اونجا موضع رحمت و برکت است. رزق های شما در آسمان است. یعنی رزق ما در آسمان چی معنی دارد؟ شمال در آسمان است، برف در آسمان است، باران در آسمان است، شمال در آسمان است، آفتاب در آسمان است، ماهتاب در آسمان است. یعنی اونها سبب می شود و امروز دسترخوان ما و شما پر از ناز و نعمت می شود. یعنی رزق ما در آسمان معناش همین است. اونها مقصد، اونها در حرکتن، اونها در جنبشن، اونها در خدمتن و ما صاحب یک پیاله چای، یک پیاله نان میشیم، یک تیکه نان میشیم. برای همین آسمان هم موضع رحمت و برکت میگن. عبدالله حرری گفتی سیره و نیز در آن پیروی از سنت رسول اکرم است. و دیگر میگه این که پیامبر که این کار کرده است، ما به خاطر پیروی از پیامبر دستامون میبرداریم طرف آسمان. برداشتن دستا طرف آسمان میگه به این خاطر است که موضع نزول رحمت و برکت و کردار پیامبر نازنین ما بود. میگه البته نه به این عقیده که گوش کنین اکو سخنی، نه به این عقیده که ذات اقدس الهی در آسمان است. یعنی به این معنا برادرها ما دست میگن نمیبرداریم که ذات اقدس الهی در آسمان است. ما به این عقیده نمیبرداریم، ما با عقیده میبرداریم که اونجا موضع نزول رحمت و برکت. و در دوامش میگه همون گونه که در اثنای نماز روی به سوی خانه کعبه میکنیم، ولی این معنای آن را ندارد که الله در آنجا سکونت و قرار دارد. حضرت ابین چی مثالای زیبا، این عالم است. این برادر عزیز
علم دارد، این یگان هدف نداره، این یگان مقصد نداره، این یگان سپانسر نداره که باید همین مسئله را مقصد در بین همین مردم باید جاری کنی و همین مردم مقصد پیروی مثال همون راه های ساخته و بافته و گمراه کنی. این مردک میگه ما برای چی طرف قبله میگه روی ما نمیگردانیم؟ به خاطر آن نمیگردانیم که الله ما در طرف قبله باشد. ما با این مقصد میگه رو به سوی قبله نمیکنیم، بلکه روی آوردن ما به سوی خانه کعبه در نماز فقط به خاطر اطاعت از امر الله است که در قرآن کریم ما را به آن امر کرده است. ببینید، یعنی خداوند که فول وجهک شطر المسجد الحرام، خدای مهربان که در قرآن گفته روی تونه در وقت نماز میگه طرف قبله کنین، ما به خاطر اطاعت خدا رومانه به وسو میکنیم، نه به این عقیده که در طرف قبله الله ما سکونت داره، الله ما مکانش در طرف قبله باشه. میگه نه به این عقیده. پیش از میگه همین عبدالله حرری، برادرای عزیز، پیش همین شیخ عبدالله حرری میگه علی قاری مکی هم میگه در همین بابتی که دست میبردانیم طرف آسمان و دعا میکنیم، میگه بسیار یک استدلال عجیب و غریبی گفتگی است، بسیار میگه یک دلیل زیبا آوردگی. ایرا برادرای عزیز علی قاری چی گفت؟ گفت غریب و عجیب است. علی قاری میگه بسیار غریبه و بسیار عجیبه. میگه چی غریب و عجیبه؟ حرف کسی که برای تایید مذهب باطل خود از بلند کردن دستا به سوی آسمان در حالت دعا استدلال میکنه. برادر عزیز، این سخن من نیست، این سخن علی قاری است. این سخن نفری هست که ایرا محدث است، این کتاب موضوعات داره، حدیث صحیح را ای غیر صحیح جدا کرده. میگه که نفرهایی که برای مذهب باطل خودشان در بین مردم منتشر کردن، میگه یک استدلال های را میگه میارن که مثل که میگه چرا خیلی دستاتون طرف آسمان میبردارید؟ بیشک میگه چونین استدلال باطل و مردود است. این استدلالش میگه، این دلیلی که میگه آورده است که چرا گاو طرف آسمان نگاه میکند، چرا آدما دستشون آسمان، این میگه یک دلیل باطل. میگه این آدم این دلیل میگه میارد که احمق است، زیرا میگه حکمت بلند کردن دستا به سوی آسمان این است که با سنت صحیحه ثابت شده است. میگه با سنت پیغمبر ثابت شده که دستاتون طرف آسمان بردارید، که آسمان قبله دعاست. ببینید، همچنانه که با قرآن ثابت گشته است که کعبه قبله نماز است. چخیلی که میگه قرآن میگه کعبه قبله نماز است، آسمان قبله دعا است. دیگر اینکه آسمان هم محل نزول رحمت و رزق روزی است و هم محل نزول آفت و عذابهای آسمانی است. همان طوری که قرآن عظیم الشأن خبر میدهد روزی شما و آنچه که عذابهایی که بر شما وعده و تهدید کرده می شود در آسمان است. پس برادرای عزیز، اینجا در که خیلی سخنهای زیاد آمدگی است. خلاص ما از سخنهای جناب شیخ عبدالله حرری علی قاری فهمیدیم که دست برداشتن طرف آسمان این معنای را نداشت که الله در آسمان است. میگم ما این عقیده را نداریم که ذات اقدس الهی در آسمان سکونت داشته باشد. چگونه که رومون طرف قبله میکنیم، عقیده را نداریم که الله ما در طرف قبله سکونت دارد.
به معنای چی بوده است؟ به معنای که آسمان نزول رحمت و برکت های، نزول رزق روزی شما های، قبله دعا های. ما با همین خاطر دستمون همه برداریم. اگر برادر عزیز، اگر به شرطی که مقصد آسمان، یعنی الله مهربان در آسمان که میشید، آخه دستامون برداشتن ده باید روامون برداریم، یعنی تری نگاه کنیم. ما باید در همین مسئله بسیار احتیاط کنین، سخن اینها را قبول نکنین که اینها همون کلمه استوایی که هست، الرحمن علی العرش استوا هست، همین را دلیل میارن که خداوند بر عرش استوا را اینا استقره میگیرن. یعنی معناش چی میگیرن؟ میگن که خداوند در عرش قرار گرفت. این برادر عزیز، یگان اهل علم، یگان صاحب مذهب، هیچ کسی این سخن قبول ندارد که خدای مهربان در عرش قرار گرفته باشد. این را من تنها نمیگم برادر عزیز. مردمی مثال تاجیکستان، شما در اینجا بغیر من صدها داملاها دارید، داملاهای کلان کلان دارید که همین داملاهایی که در همین تاجیکستان ما هست، شما از یک تایمو بپرسین که آیا همین گپی را که همین نزاعی ها میگن یا سلفی گفتن خطا یا نظام میاندازه یا فتنه اندازن، همین نفرایی که فتنه میاندازن و میگن خدا در عرش، آیا همین گپی همینا حقیقت دارد؟ دل خود داملو همین تاجیکستان را پرسین کو بینین همین چی جواب تان میگن برادرها. برای همین استوا را یکی امام مجاهد که شاگردی ابن عباس، این مردک مفسر قرآن است، دیگر ابوالعالیه که شاگردی ابی ابن کعب است، اینها به معنای علا و ارتفعه معنا کردن. بینین؟ یعنی به معنای علا و ارتفعه. این را تعویل میکنن. این آیت تعویل میشود برادر عزیز، به معنای استقره نمی رود، به معنای قرار گرفتن نمی رود. و همچنان ابن بطال، همچنان ابن حجر اسقلانی که اینها صحیح بخاری را شرح دادگیان، همینا میگن علا و ارتفعه بسیار معنای زیبایی در زیر کلمه استوا. یعنی الرحمن علی العرش استوا، استوا به معنای بالا، ببینید بلند شدن، خب فرا گرفتن، به این معنا آمدگی است، نه به معنایی که خدا در عرش نشست که اینها میگن. انا برادر عزیز، سوالی که دست به سوی آسمان در حالت دعا میلش، در دعا به سنت پیامبر ثابت که هست، ما می برداریم. فهمیدیم سبب شکی برای چی ما دستمانه طرف آسمان می برداریم. یعنی سخن او جاهل بفهم نیست که دست برداشتن به خاطری که ذات اقدس الهی در آسمان باشد، که ما از سخن عبدالله حرری و علی قاری و از اینا درک کردیم که معنای برداشتن چی است. خداوند بازم ایمانتون را کامل کنه.